خوبیوش هم میفهمونیم، ما میفهمونیم، لیکن شما آدم تیار کنین، شما آدم تیار کنین پیش ای وای آدم قطعی اکروژنش سر که چیدن که اوزی تو میرای همه به حالی تو میخنده، همه ترا ایره میزنه، همه میگه که تیا آدمی چوک نوتی نمیشیدنی، تو چی فکر کردی؟ گپوی تو گفتی سی گپو دستش که جونا میگیره، ای اونمو کار نشید، ای فابریک دروغه، ای بانکرot میشه، ای دستش نمیبره، میگویی که ای دودار جون، ای خواهر جون، ای اپا جون، ای مادر جون، اوزی شما میره نخواهید که بیزنس سر کنید، اوزی میره مردم انامین نزدیکای شما همه شما را نمیخیلی گپ میزنه. با وقتی که وای میرود میبیند که همه وای رو هم خیلی گفتیزه وقت میگه که این اصلا که ما جادوگر بوده چی بوده یاسنویدیش میگه همه چی فهمیده گفته. نه برای چی؟ برای که ما شما این روزا رو همه من آدمی میگه فبری یک از چیدگیان و یا همش این روزا رو ایسر گذراندگیان. یا باشد دامین گروه دامین یعنی گروه دا لیو بوده. اگر یگان آدمی باشد که پروست تا گمی فبرلی گماد همین سر ازشی 100 نفر گفت همین 100 نفر یک برو همش قبولش کردن همین دایم نیو دایرکتور شید. اگر همین خیلی آدم باشد ما دست همین بردم نیستی خیلی آدم نیست نمیشودی خیلی آدم. بو میگم تیلو برای که تیلو شود ارزش پیدا کند و یک کسی کارکرد میکند، کسی یک دروی جنگل دروی یک خوب پیدا میکند و میبیاد از زواد از چی قدر چی وای میگذراند بعد که وای ارزش پیدا کند. این ما را میخیلیم برای ارزش پیدا کردن خداوند ما را من خیلی از امتحانات سنگین میگذراند. و اگر چی قدر از یک چیز میگم هیچ وقت فراموش نکنید، چی قدر در بیزنس شما حاضر مشکلی‌های سخت باشد، چی قدر که حاضر در بیزنس شما اگر پیشروی نشیده باشد، شما یک چیز درک کنید که این تنها امتحان است، این تنها امتحان است و شما با یاری خداوند با راهنمایی نستانیتون این امتحان را میگذارید. ای دوستان عزیز در زندگی ما چقدر عذاب چقدر مشقت‌های زیادی بود که ما اینقدر روزا رو پس سر کردیم. این چی است؟ یوش چی است که ما نمیتونیم گذاشته؟ یوش چی است که ما گذاشته نمیتونیم؟ یک خطونا فکر کنیم 5 سال پیش چه خیل بودیم، 5 سال پیش چه خیل درآمد داشتیم، 5 سال پیش چه خیل زندگی میکردیم، 5 سال پیش زور بود زندگی تونی هوزی زورای میدونی برای چی؟ برای که ما استا امتحان را گذاشته سیم ارزش من بلند شده. چی قدر امتحان سنگین باشد همون قدر روشن شد برای که شما ارزشمندتر میشید. این هیچ وقت فراموش نکنید عزیزان.